با مقصد معرفی صنعت خلق تاجیک لباس ملی از قبیل چکن و چکندوزی در ناحیه سنگبر دور نهیوی فستیوال ازمون جمهوری صدرنگ چکن برگزار گردید. در فستیوال ازمون لباس‌های ملی و باور نمودن چکن، اطلس و ادرس از بخش‌های اساسی این چوبینی فرهنگی بوده. گل دختران ناحیه و بانوان هنرمند فعالانه اشتراک نموده مهارت و ملکه خود را نشان دادند. امروز در ناحیه فستیوال جمهوری صدرنگ چکن گذرانیده شد. مقصد گذرانیدن این فستیوال بلند برداشتن احساس وطندوستی، خویشتن‌شناسی، احترام به ارزش‌های ملی، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن خلق تاجیک و معرفی هنر والای خلق تاجیک در عرصه بین‌المللی میباشد. این چونین احیا نمودن هنرهای مردمی از قبیل گلدوزی، چکندوزی، سوزندوزی، قراق دوزی، اطلس و ادرس بافی می باشد. تلبان زدن نصیب از ساکنین ناحیه سنگبر می باشم. من طرز دوخت کرته های چکن و این چونین گلدوزی دوری متا را از مادرم در سن خردسالی آموخته‌ام. حالا باشد تقریبا تمام نازکی های این کسب را از خود کرده ام. مورد ذکر است که برگزاری ازمون صدرنگ چکن یکی از تدبیرهای اصیل گرامی‌داشت ارزش‌های فرهنگی بوده. هدف آن بلند برداشتن احساس وطندوستی و خویشتن‌شناسی، افتخار وطنداری، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن، رسم و آیین‌های ملی و مردمی و بدین وسیله معرفی صنعت هنر والای خلق تاجیک می‌باشد. در آخر چهاربینی بهترین‌ها از جانب هیئت حکمان معین گردیده، راحت به دور من بعده فستیوال صدرنگ چکن گرفتند.